لحظه من اگر حس بکنم که بازار به خاطر رفتار من میخواد یک کاری بکنه چون حسی نسبت به من داره، من جهتگیری ذهنی برام ایجاد میشه و نمیتونم به صورت شفاف اون چیزی که اتفاق میافته رو ببینم. به خاطر همینه خیلی از تریدرها میخوان از اول روند تا ته روند رو بگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اینها فکر میکنن در خیال خودشون این توهم رو دارن اگر من از اول روند بگیرم. درسته یه سری مسائل دیگر هم هست، مثل اینکه من میخوام خودم رو ثابت کنم، مثل اینکه بخوام شواف بکنم، یه همچین چیزهایی دربارش حرف خواهیم زد. اما من عمیقش اینه، من وقتی که میخوام از اول روند بگیرم اونجا احساس میکنم که بازار داره به من حال میده، من تونستم با بازار رو شکست بدم، بازار رو فهمیدم، بازار رو من سوار بازار شدم، بازار حسی به من داره، بازار الان میخواد به من سود بده، الان میخواد. لحظه من اگر حس بکنم که بازار به خاطر رفتار من میخواد یک کاری بکنه چون حسی نسبت به من داره، من جهتگیری ذهنی برام ایجاد میشه و نمیتونم به صورت شفاف اون چیزی که اتفاق میافته رو ببینم. به خاطر همینه خیلی از تریدرها میخوان از اول روند تا ته روند رو بگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ چون اینها فکر میکنن در خیال خودشون این توهم رو دارن اگر من از اول روند بگیرم. درسته یه سری مسائل دیگر هم هست، مثل اینکه من میخوام خودم رو ثابت کنم، مثل اینکه بخوام شواف بکنم، یه همچین چیزهایی دربارش حرف خواهیم زد. اما من عمیقش اینه، من وقتی که میخوام از اول روند بگیرم اونجا احساس میکنم که بازار داره به من حال میده، من تونستم با بازار رو شکست بدم، بازار رو فهمیدم، بازار رو من سوار بازار شدم، بازار حسی به من داره، بازار الان میخواد به من سود بده، الان میخواد فلان بکنه. و به خاطر همین حس ماها دنبال اون لحظه ایم، دنبال شکاریم. اون دوستانی که درباره شکار دارن حرف میزنن توی بازار، حرف خواهیم زد دربارش، خیلی هم حرف خواهیم زد دربارش که چی و با چی داریم قاطی میکنیم، چی و با چی داریم